بافه گلتون که فقط تو کالافه یو چشو چالزه داداش، خیلی خوش اومدین به ویدیوی جدید. قول یه گیم بهتون داده بودم، امام زمان. امروز اومدیم با یک گیم پلی فوق‌العاده جذاب و دوست داشتنی، از اون مهمتر که گیم خود یوبیسافت واسمون فرستاده، گیم اسکال اند بونز. ببین اسکال اند بونز به نظر خودم اون چیزایی که خودم دیدم فکر میکنم که یه سی آف تیوزیه که واقع گرایانه. چی میگم؟ یعنی یوبیسافت همچین گیمی داده بیرون و خیلی وقت هم از روش داره کار میکنه. بعد از اساسینز کرید بلک فلگ تیم سازنده اون جدا میشه و میاد شروع میکنه به ساختن این گیم اسکال اند بونز. نسخه پریمیوم ادیشنش هم واسم فرستادن، دور سرشون بگم اعضای دل من. Thanks to Ubisoft to providing me to access to this game. Thank you. من میگم بدون معطلی زیاد بریم سراغ گیم زیبامون و لذت قراره ببریم. بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. آویزونی مثل کیسه بوکسی، بعد 20 روز اومدی روی بیت گوزی. من خوبه تو میخوام چرا میاد نفرت به چشم سالا بیا بگو دیگه گریش گرفته. رو که ممه شده اصول دینت کارو میشنوی سرت تو بالت میکنی رپ کن. بچه یادتون نره که این گیم حتما آنلاینه، حتما باید چه واسه پلی استیشن پلاس داشته باشین، چه واسه ایکس باکس، نمیدونم ایکس باکس گولد، نمیدونم چیه، اونو باید داشته باشین واسه بازی کردنش. و اصلا حالت آفلاین هم نداره، فقط آنلاین. توی آپشن که بریم چه گزینه‌ای داریم؟ یه سیتینگ داریم که مربوط به داستان اصلا فقط گرافیکش رو چک کنیم. خب قسمت ویژوالو که میاریم، دیسپلی سیتینگ رو میزنیم ببینیم چیا داره. پرفورمنس و اینا نداره عمو جون، چون نداره مثلا گرافیکس. ببخشید آهان بخش گرافیکس که میاین دو رو چی داره؟ یه دونه پرفورمنس داره، یه دونه کوالیتی داره که کوالیتی میشه 4K 30 fps و پرفورمنس هم که میشه 1080 60 fps که قطعا ما رو پرفورمنس همیشه بازی میکنیم. پرفورمنس و کردیت و این داستانا. بریم سراغ گیم ببینیم چی در انتظار ماست. ببینیم یوبیسافت چه آشی پخته باز این همه سال. The dawn of capitalism, when corporations as mighty as nations rule the seas and dominate the world's valuable trade routes. With an iron fist, they forge a path of tyranny and exploitation, igniting a battle for global supremacy. یعنی همیشه یوبیسافت ببین خوراک سی جی درست کردنه. یه سی جی درست میکنه پشمات میریزه. ما هم در واقع مثلا دوز دریاییم. دارم میام سی آف تیوزی که گرافیکش اومده واقع گرایانه شده. همین The Indian Ocean، اقیانوس هند، یو قرن 17 و حس میکنم باید خیلی خفن باشه. رفتیم تو گیم، سریع رفتیم تو گیم. اسکورتش کنیم. کنترل تو دستمون. وای حاجی چقدر دلم واسه چی تنگ شده بود. این کشتی سواری که کشتی رانی بهش میگم. کجا باید سمت اومد بریم؟ کشتیرانی بلک فلگ. چقدر من دلم واسه اون تنگ شده بچه. حالا شما نمیدونم. الدو ایم وپن آردو. پدر سگه تخمی بیا اینجا. سری پوکید. خب آهاز سیل انفیلد. بادبانا رو میتونیم بازو بسته کنیم اینجوری. چی شو؟ کجا باید برم همون؟ خب یه آدرس بهم بده. اونجا؟ اینو باید برم؟ دارم میام همونجور. فکر کنم قسمت توتوریال بازی هم هستیم. در سگ بیا اینجا تخمی. بزن دیگه مادر یارو رو آوردم جلو چشاش.
تو چی میگی بابا؟ طول سکرین جو ما بنازم. اوه تو یکی سلام چولکسان تو هم که پوکیدی. بیا این جلو. کی تو چقدر زیاد شد آجی. مثل فست فیورس افتادن دنبالم با دریا ستونا. چیکار کردم اینجا افتادن دنبالم؟ پدر سبز باز شروع شه. نایس. این از این مود بعد بابا بیا برو. او کشتی هستیشون اومد. وای چقدر دلم واسه گیم پلی بلک فلگ تنگ شده بود. همون گیم پلی حاجی. گرافیکش اومده بالاتر ولی گرافیکش اونقدر نسل نوعی نیست. نمیدونم چرا فقط رو پلی‌استیشن 5 و یا کلا سری نسل 9 دادن اینو. خیلی عجیبه واسم. این رو PS4 میکشه گیمش. گرافیک من دارم میبینم. اوه الو ترکوندی ما رو اسکال. آرت میکنم فقط همینو من دارم. پدر سگا گاز بده. گاز بده. چی گاز میده؟ برو مصطفی برو. چه جون خری داره. خطه چی رو آمده؟ حاجی خیلی نامردیه داده ستونم. خیلی نامردیه ها. چند به چند یا خدا کشتیم پوکی. باش نفهمیم ضرب در چی کار میکنه. تو چرا از رو نمیری؟ درسک بمیر. تو میزنم فعلا. تو بمیر اوکی کو کشیکش. ببین همون جون اینم واسه تو اینم واسه تو که نفتی. حس میکنم که مثل دارک سولز اولش باید بمونی. اینجوری نمیتونی ویلا بگیری. آجی یه سوال. آقا من میخوام کشتیم یه ذره وایسه. من سگ داره میرم. اومدم سراغه همون جون. بزن دیگه. بابا تو چرا نمیمیری؟ اینو بزنم. اینم که خدا زده. حس میکنم یه کاری دیگه باید شما فرار کنم. بابا بزن دیگه. از دوال سنس هم استفاده کرده. از بعضی از خدا رو شکر. بیا برو تو کنم کشتی تخمی. بریم کیو بزنیم؟ گفت اینو بزنیم. او پایینش یه علامت نشون میده جهت میده. اون نشون میده کیو باید بزنیم. خوبه اینجا گیج نمیشه. اینجا آماده آتش. کشتی اون مرگ نداره. خیلی قویه. خب بابا دهنتون رو گاییدم. بابا هره یه دونه اینا زدم. اینا 4 تا. خب ما نمیتونیم فرار کنیم. باید بمیریم. امو بابا دهنتون رو گاییدم. من نیم ساعت دارم میزنم. بی درجه مردم که. ای خار. چی شد؟ کپتن هنو وارد نشدی اون بالا جید. البته اینترنت زد گفت که دایی زیکتیر میکتیرت. خیلی اینترنت قوی داری.
یه چیز خیلی واسم جالب بود، واسه اولین بار سی جی گرافیکش از بازی پایین تر بود. نه شما دیدین یا نه؟ من ریدم. حالا که تایم کاستومایز هم داره. یا خدا حاجی فیسا رو یکی از یکی داغونتر. من ترجیح میدم کرکتر اصلی خود گیمون که داخل چی هست رو برم و انواع ای خدا اینجا یک بادیشه. یا خدا نه همون دیفالتشو من هستم. اینجا تتو میتونی واسش بذاری. سمه این آجی. نه من ترجیح میدم کرکترم ماجی تر تمیز باشی. رنگ چش اوف اینجا یه چش نداره. آهان چیه؟ آجی آبی هستم. سبز هم سبزو بیشتر هستم. نه سبز دیگه نه آبی. واقعا آبی و همیشه پاس داری. آجی داره قوی میشه. نه خوشم اومد. این مدل مو هست. این مدل مو ولی من ترجیح میدم که حاج آقا گوجه‌ای ببنده موهاشو. ریشم که اصول دینه حاجی ریشه باید باشه حاجی بریم کانتینیو رو بزن. ready to roll سی بریم. نگاه کن یه نجات یافته. او مای گاد برو پیداش کن. ما بریتیش هم هستیم. و اینم بگم آجی آنلاین هست به کنار، توی اون آنلاین یه استوری داره مثل این شنیدم الان. بله دارین سکانس های فارکرایی رو میبینین و لذت میبرین. خب اینا از چی؟ از اون جنگی که اتفاق افتاد همشون سالم اومدن بیرون. I'm sure you will steer us true to Saint Anne. To reach paradise, we must first know the way. Yeah. A logbook we retrieved from the wreck. More than ink and parchment. ما نه هدایتشون کنیم مثلا به یه جایی که مثلا بهش میگن پارادایس، همون بهشت. مثلا ما کپتنشونیم. کپتن؟ او مای گاد! Take the tiller before the damn British return. I'll work the sail. The wind favors the اونا fearless. بریتیش هم، ما بریتیش Let us نیستیم. chase it. Among the scattered survivors, one must surely know the way to Saint Anne. خب من یه قایق دارم، از کشتی رسم یه قایق. اینو دوست دارم اینو دوست دارم. آفرین. میدونی چه حاجی اینا آنلاین نه، این جلوی هم آنلاین نه. پشمام از یه لول 1 با هم دیگه شروع میکنیم بازی کردن. حاجی هستم قوی بود. اینو دیدمش کردم. فرانک دربین 140. هایو چجوری میتونم اینوایت گروپ داداش؟ اینوایت گروپ الو وایسا حالا کجا دارم؟ find the very player you فلان بیسا. حاجی hey man do you hear me man ببخشینا رفتیم رو لندو چطوری دایو؟ چطوری ستون؟ واسه ببینم اینوایت تو گروپ چجوریه؟ ستون خوبی؟ اینوایت تو گروپ What's up man؟ حاجی بالا خب حاجی گرافیکش خوبه. نه خدایی گرافیک کرکتراش خوبه. نه اکسپت نکردی؟ خیلی گاوی. خب گفته بود بریم که یه جا چی کنیم؟ کوک
campfire or used to cook food تو فلان بیسار. آها اینجا میتونیم آیتم که پیدا میکنیم بیایم اینجا بپزیم بخوریم انرژی بگیریم. ما که نداریم بکنیم. بله خب ستونم خیلی گاوی. من اینوایت بهت دادم پدرسک. سلام. I told Captain Rassler the ship was as overburdened as a pregnant sow. We may have lost the British in the fog, but also the race against these cursed elements. See now. حاجی یه حسی میگه خیلی قرار خوش بگذره تو این گیم. ته نداره. And I'm surrounded by drunken sluggards who believe they are doomed to this hellish rock. And where were you, Captain, while the Exeter was hounded by British frigates? No doubt cowering in your quarters, like the filthy... دهنشون سرویس میکنم آجا. The British has survived. You see the extent to real not me. قطعاً. Good are your foolhardy الان ببین من تو جیبم ندارم. هرچی تو میگی تاییده. میدونی چی میگم؟ خایمالیت هم باید بکنم الان. Of course. که فقط کشتی منو درست And so کنی. do the rest of this drunken lot. یه ریپیری Scrawled بدی. upon their asses. But if we return to the kingpin empty-handed, he will surely strip us of our titles, if he does not first strip us of our skin. Retrieve what remains of Scarelock's cargo from the shark-infested waters. Only then will I divulge the way to pirate paradise. این هدف نهایی ما چیه؟ هدف که برسیم اون پارادایس. آهان الان داره یه دونه چی به اون میده؟ کانترکت میده. بذار اکسپتش کنیم. Make haste. اما توی بازی مرچنت های مختلفی هستن. اینا رو باید پیدا کنیم ازشون کانترکت بگیریم. بهمون آیتم میدن. با آیتمامون میتونیم چیکار کنیم؟ هی قوی‌تر بشیم کشتیمون خفن‌تر. این چیه دقیقاً؟ خیلی دوستم بدونم. ایموت میتونی بزنی. ایموت مستشه. ایموتش چیه؟ مثلا نه ایموت چیه؟ این هم که فکر کنم آره فوتو مود گیم حاج آقا رو میبینین اینجا. بلال حبشی. خب السه السه چی رو باز میکنه؟ آقا نزنی ها سوتو داره بزنم چی کار میکنه؟ برمیگرده کشتی. خوبه. ایچه اول شخص. خب Wouldn't trust the کجا باید officer برم؟ to guide a fish in open seas. But if the bugger knows الان باید فکر کنم باید برم سمت اینجا دیگه. آره بادبان ها را باز کنید. آها خب یه دونه ضرب در میزنی باز میکنه یک بار چی رو بادبانو. دوتا میزنی فستش میکنه. یه داره میزنی بک میده دیگه. آی کاش وایس چتش آجی نمیدونم چوی فعال کنم. هلو واتس اپ من. we might have to search them. در میای معمولیت من انجام بده. شیطونه میگه همجوری بگیرم ول کن تو صورتش. این الان این پایینو اول شخص هم داره. هستم آجی اول شخصشو هستم. قرار آخره دوست دارم بیا منو همرات ببر به شهر قصه ها. دور شدیم با یه بار دیگه اساسا. الو ریدم بابا ریدم اینقدر از یه عاشقانه شدش یادمونم. برو مست برو. Stop this stubborn streak. Do not make me regret saving you. بابا برگشتم چقدر. برو گازو بده. وایستا ببینم من گوشتم میشه که غذام باید بخورم. عجیبه. برو دیگه. انرژی ندارم. چرا انرژی ندارم؟ فکر کنم فهمیدم. کشتیمون از ساینه داره آجی پشمام. ناکن الان گذاشتم روی حالت اولیش داره استامینام پر میشه.
مثلا میتونم شکار کنم ماهی. تونستم واقعا. برگه لوت برده خواهش میکنم. نه برده. Might have to search them. بدرسه. آها یه دونه فیش. الله برکت. خب شان دایی. اوه برده اینا رو برده. Good work. I think we have enough. ببخشینا دوام نشد. خب اینا رو باید لوت کنیم مثل این که ببریم واسه یارو. در سگا همه رو برمیدارم واسه خودم. بهتون نمیدم. خب deliver outpost run. خب اینا باید دلیور کنیم. خوبه حاجی کشتیه رو پشمام. هنوز تو توتوریال بازی هستیم ولی توتوریالش آنلاینه. این دوستان ماهی میخوام، به من ماهی بدهید. تو کیشه یس یه دونه ماهی. بزنن تو قاچت مرد که نه که میخواستم باش دوست شم، نه که میخوام دهن سرویس کنم. الو وایس خواهش میکنم. ریدم حاجی یه لحظه فر خوردم. ولی کاش میذاش از کشتی پیاده بشم. میدونی چی میگم؟ میذاش پیاده بشم خودم بیام توی مساعد. اینو بیشتر دوست دارم. خب الان یه دونه چی خریدم. اینو میخوام دوتاشو بپزم و بخورم. خوردم. خب نه فکر کنم الان تو آیتم اومده دیگه. نیومده. خب ستون سلام. You wish the way to St. Anne? بله Thanks for the می goods. چیز Skellock may well spare my head, but I cannot say the same for you. After I tell him about the captain who failed to protect his cargo. Find your own way to St. Anne, chum sniffer. I Saint don't know Anne you a sliver up your ass. Especially داره when میگه یه mine سمتی alive. برو و اونجا رو پیدا کن و این چرت پرت. Why don't you ask Captain Rassler? His bloated corpse might know the way. Now, fuck Captain off, Rassler, rat. where is he man? Where is he? خب اولین کانترکتمون انجام دادیم. خوشگله حاجی. چیشو دوست دارم. همین مدل متناش و اینا رو خیلی دوست دارم. خب الان من باید search from ها for information on how to reach center. اوکی. خب بریم سوار شیم ببینیم کدوم سگدونی باید بریم. A little Press to weasel bring to the up very action end. wheel. If the bastard says Wrestler might have the map to St. Anne, we should search his wreck. ها چی داری میگی؟ تو من تو نیفهم. یوز ای با چی داری من نیفهم. آهان خب کشتی الان قایقمون رو ترتمیز کردیم. الان باید بریم سمت اونجا. اکستر شیپریک. رس میگم یه لوتموت جذاب دیگه ای تو راهه. نیا کن گیمش خوبه ها. St. Anne's horizon might hold the sunrise. فقط یه چیزی بگم این گرافیکش نسل 9 نیست. این گرافیکش نسل 2 است.
ای ها این گرافیکش نسل 9 نیست، یعنی راحت میتونستم واسه PS4 بدنش. من نمیدونم چرا ندادنش. خب این تو کشتی رید خب بذار لوت کنم. خب پدر سگ این همه آیتم اینجاست. اوه ابندن کنو بشوتیم. اوه بشوتیم. خب قطعا معلومه کجا باید بشوتیم دیگه دایی. خب ستونم من نمیخوام اونجا شوت کنم. ها آفرین بزن. آفرین بزن. این یعنی مرو. خب که چی؟ الان من اینا رو دارم میزنم چی؟ چه اتفاقی داره میفته؟ هنوز تو توتوریالی؟ تو عالیه مرد. نایس. ای اینه که داره بر میگرده حاجی. حاجی اینه که داره بر میگرده. کسخلمون کردی برم کن با. وای حاجی هرچی رو بک میدم کاتسین داره. چرا آقا تو که آنلاین بازی میکنی اینا کسچره انجام نده. بریم طبقه بالا. اصل قضیه طبقه بالاست دوست هست. من تا اینجای گیم هیچی نفهمیدم. هیچی. یه آیتم اینجا بود. آره خوندنیه. اینتر بابا هر جا. اوه کچی کاپیتانه رو گاییدن. کچی تکسچر اینو پشمان. اوه آدرس همین سنتی فلان بیساره رو داد. هم پاردایسی که گفت فکر کنم نقشونو برداشتیم. یارو قرار بود بره اونجا که ما خفتش کردیم و کارو گرفتیم. اوه چیش هم گرفتیم. بهش چی میگن؟ همین تلسکوپ. تلسکوپ که بهش نمیگن. دوربین طورشه حاجی. آره بریم. آره آخره دوست. یه خودش یه فارکرای میافتم این تیکاشو. Or Jones Carroll will have 3 shots from a flintlock result for our heads. Or just yours, friend. What's a pirate's life without a little peril and mischief, eh? With the cargo from the Exeter lost, Skurlock will need a daring rogue like yourself to procure new goods for his pirate empire. And so far, your fortune has steered us true. I'm glad we pulled your corpse from the sea, friend. Wrestler is dead, and with him, all prior obligations or duties. You are free to make your own luck now, Captain. Captain, is it? اینش خیلی قشنگه حاجی. این که الان به ما خوب کشتی داشتیم و مثلا اوکی بودیم داستانا. الان همه چون از دست دادیم و قرار لولمون هی بره بالاتر. دقت کن همه تو اول بازی لولشون یکه حاجی. میبینی؟ همه لولشون یکه. قراره کلی مثلا میشن بگیرن، کانترکت برن، کشتیاشون رو غول بکنن، قوی بکنن، لوت بکنن. ببخشید آره هی پیشرفت بکنن. این خیلی حال میده. خب دقیقا برعکس سی آف تیوز. نگو سی آف تیوز اولش به تو کشتیه رو میداد. خب تو فقط واسه دیزاینش تلاش میکردی، واسه یه اوه آجی یکی بهم چی داد؟ اکسپت داد. میام تو گنگت وایسا من الان میام. آره اینجوری بود که فقط تو دیزاین کشتیت واسه مهم بود.
یعنی بقیه چیزا اونقدر واسه تاثیرگذار نبود. اینجا تو قراره کشتی بخری، یه کشتی بزرگ میخری، خدمه میخری، فلان میخری، بیسار میخری. توی سی آف دیز اینجوری نبود خب، ولی حس میکنم آجی این گیم با رفیقاتون خیلی حال میده. بیشوخی میگم، یعنی واقعا چند تا رفیق باشین با هم دیگه بازی کنین بد حال میده. کانترکتایی که میگیرین، کارهایی که میکنین، حالا سولو هم بخواید بازی کنین کلی پلیر داخل گیم هست. همین الان 3-4 تا واسه من اینوایت اومد از این بازی لذت ببریم و شنیدم که هی قراره بزرگ و بزرگتر بشه گیمش، خیلی قراره ساپورت بشه، ایونت‌های جدید، اتفاقای جدید، ببینیم چی میشه. و اگه دوست داشته باشید میتونم از این گیم بهتون گیو اوی بدم. اگه دوست داشته باشید گیو اوی بدم بهتون، حتما تو کامنت ها بهم بگین. و اگه دوست دارین که پارت بیشتر ازش بسازیم لطفا تو کامنت ها بگین. گیم پلی دوست داشته بود، دوست داشتم. حالا شاید اگه گرافیکش اونقدر لذت نبردم ولی باز قشنگ بود. آره لایک و ساب فراموش نشه تا ویدیوهای بعد. بوس به جور همتون. Are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility.